سلام دوستان عزیز، همونجوری که قولش داده بودیم شدیم وارد شهر کیوتو، اما شانس بعد ما باران خیلی شدیده، بعد مجبور شدیم حوله ما را روی بایک خود گذاشتیم و یه خوبیش اینجا این است که میفهمم که باران زیاد میشه، بعد از چتری های ارزان قیمت دارن. باز رفتیم یک ازی چتری گرفتیم دیگه، راهی پناهگاه ما هستیم. ما وقتی دزی شهر رسیدم بخیش و کشتم. این شهر هیچ شبیه ژاپن مدرن نیست. این رقم فکر میکنی که 1000 سال آدم در پس رفته باشه. باز فهمیدم که شهر کیوتو یکی از قدیمی ترین شهرهای ژاپن است و در جنگ جهانی دوم امریکا تصمیم گرفت که را بمباران نکنه به خاطر ارزش تاریخی و فرهنگی از شهر. شب اول باران خیلی میبارید و ما رفتم در یکی از معبدهای قدیمی شهر. اونجا خیلی خلوت، نفر کم بود، فقط بوی چوبای خیس و باران آدم حس میکرد که 1000 سال برگشته به پس. کیوتو بیش از 1600 معبد داره و این معبد یکی از قدیمی ترینشان است که عمرش 1000 سال است. اما در شب بارانی خیلی خلوت و یک صحنه زیبا از گذشته، فکر میکردی که 1000 سال برگشته به گذشته. روزی بعد صاحب ایر بی ام بی بریم گفت یک مراسم آتش است که خیلی توریست ها و خبر نداره، اگه میخوای بیا کتیمه بریم. ما هم قبول کردیم چون هدف ما از سفران نشان دادن دین، مذهب و روش زندگی است. که اینجا رسیدم بخیش و کشتم، باور نمیکردیم که در ژاپن همچون رسم و رواجی داشته باشند. در پیش معبد آتش روشن کرده بودن و دور آتش دول میزدن و دعا میخواندن. دعا را در جریان هستیم. مقصد ما از این سفر همچون چیزی هست، مثلا دین و سنت و روش زندگی. بعد از دعا خواندن و دل زدن باور نکردنین بخشی از این مراسم شروع شد. اول راهب ها با پای برهنه روی زغال راه رفتن شروع کردند. برای از ما یکی از خاصترین تجربه های زندگیم بود، ترکیب از موسیقی، دعا و شجاعت. می‌بینیم که ژاپن چیزی تحتنی نیست، یعنی داخل هر از این آبا چه ماهی‌های بزرگی است. بعد رفتیم به مشهورترین جای شهر کیوتو که اینجا نامش فوشی اینارا تایاشا هست و اینجا بیشتر از 10,000 دروازه قرمز داره. اگه اینجا آمدین این دروازه ها از اینجا شروع میشه تا بالاترین نقطه شهر میره. اینجا هم نقشش، اگه کیوتو رفتین حتما اینجا بیاین. و من هم تصمیم گرفتم تنهایی برم تا بلندترین نقطهش. آره دوستانم خیلی قشنگه در واقعیت، خیلی، اما در فیلم شاید کامره من خراب باشن. هر دروازه توسط یک خانواده یا یک فامیل دزی معبد احداث ده. بعضیشان صدها تا 1000 سال عمر داره. از پایین که بالا آمدن شروع میکنه خیلی نفر زیاد است. هرچی بالا میای خلوتتر و خلوتتر میشه. باران میبارید و جنگل های سبز با دروازه های سرخ خیلی زیبا بود. سلام دوستا، رسیدیم در آخرین معبد. اصلا باورش نمیکردیم اون پایین که صدها نفر، اما همه نیست برای یکچند آمدن و گواب کردن. من تک سنا آخر گفتم نه، این همه را که آمدی، این همه پول خرج کردی آمدی ژاپن دیگه، باید از همه فرصت ها استفاده کنیم. این هم از ویوی شهر زیبایی. بعد از کیوتو آمدم شهر نارا، بسیار شهر کوچیک اما مقبول و شگفت‌انگیز.
در سرکایش آهوهای مقدس بسیار زیاد است و آزادانه راه میرن. بعضیا بسکویت میخرن برای آهوها میدین و ای آهوها سرشو خم و تعظیم میکنن. مردم های ژاپن دزی باور هستند که آهوها فرستاده خدایانند. بعد رفتم در قدیمی ترین معبد چوبی دنیا که دمی شهر نره قرار داره. وقتی آدم داخل میشه یک بوی خاص میده که نمیشه با کلمه توصیفش کرد. این را باید حسش کرد. اگر ژاپن آمدین حتما اینجا بیاین. سفر من به کیوتو و نارا شبیه یک سفر در زمان بود. تشکر که تا اینجا ما را همراهی کردین. بخیر یک سابسکرایب کنین. ویدیوهای بعدی در راه است.